اگر نمیدونی ناهار یا شام چی درست کنی یا از غذاهای برنجی خسته شدی، یتیمچه بهترین گزینه است. برای درست کردن این یتیمچه خوشمزه با هم همراه باش. چند مدل سبزیجات که شامل سیب زمینی، بادمجون، گوجه، فلفل سبز و پیاز داغ هست رو سرخ می‌کنی. به جز گوجه و فلفل. سپس مقداری روغن رو در قابلمه یا تابه ریخته، پیاز داغ رو اضافه می‌کنیم، کمی زردچوبه هم اضافه کرده و تفت. در مرحله بعد 1 تا 1.5 قاشق رب گوجه فرنگی رو اضافه می‌کنیم و کمی تفت تا رنگ رب باز بشه و بوی خامیش گرفته بشه. سپس فلفل هم اضافه کرده و یکم تفت میدیم. در مرحله بعد ما بقیه سبزیجات رو اضافه می‌کنیم و 1 لیوان آب هم می‌ریزیم. ادویه‌هایی مثل فلفل قرمز، فلفل سیاه و نمک هم اضافه می‌کنیم. 30 تا 40 دقیقه بعد یتیمچه خوشمزه‌مون آماده است. نوش جان. اینجا کوکستانه و میتونی آشپزی رو با ساده ترین روش‌ها یاد بگیری. پس سابسکرایب کن و زنگوله هم بزن.